و قول مزار بند بخشنده مهربان نمسه آتش مزار قورعودا قدیشت یزد درود به تو ای آتش ای برترین آفریده نیک و ستودنی اهورا مزار با درود فراوان و خوش آمد به همه شما بزرگواران و مهربانان خداوند بزرگ را شاکر و سپاس گزاریم تا سالی دیگر و روزی دیگر مثل امروز فرا رسید تا توفیق برگزاری این جشن کهن و باستانی سده را به ما عطا فرماید. به این مناسبت فرا رسیدن این جشن باستانی را به همه شما عزیزان شادباش می‌گوییم. ایرانیان قدیم مردم شادیزی و شادی طلب بودند. در اوستا شادی همواره به عنوان یک صفت اولایی ستوده شده است و به همین دلیل زرتشتیان موظف به شادی و شاد بودن هستند و این مهم از اساس آیین زرتشتی میباشد. در ایران قدیم نیز به تبع این وظیفه جشن‌های متعددی وجود داشته است. ایرانیان هر روز از ماه را با یک نام می‌خوانند که برخی از این نام‌ها با نام ماه‌ها یکی بود و در هر روزی که نام روز و ماه با هم برابر می‌شد جشنی خاص با آداب و رسوم مخصوص خود برگزار می‌کردند و سده نیز از جمله این جشن‌ها میباشد که هر سال در ماه بهمن و پس از سپری شدن 100 روز از زمستان 5 ماهه باستانی به باور ایرانیان قدیم برگزار می‌کردند. در رابطه با علت نامگذاری این جشن به نام سده نظریات مختلفی وجود دارد. ابوریحان معتقد است که نام سده از نام صد گرفته شده و علت آن هم این است که اگر روزها و شبها را جداگانه شمرده شوند میان روز جشن سده و پایان سال فاصله‌ای برابر با 100 شب و روز وجود دارد. به عبارت دیگر همان 50 شب و 50 روز مانده به جشن نوروز باستانی می باشد. این روایت ها و باورها در رابطه با علت نامگذاری جشن سده نظریات مختلفی وجود دارد. ابوریحان معتقد است که نام سده از نام صد گرفته و علت آن هم این است که اگر روزها و شبها جداگانه شمرده شوند میان روز جشن سده و پایان سال فاصله‌ای برابر با 100 شب و روز وجود دارد. به عبارت دیگر همان 50 شب و 50 روز مانده به جشن نوروز باستانی می باشد. این روایت و باورها درباره قدمت جشن سده دلیل بر خواهند بودن این جشن ملی ایرانیان می باشد. از نظر تاریخی هم نسبت این جشن به هوشنگشاه داده شده است. در پایان به سخنان خود در این باره خاتمه می‌دهم. بشود که به نام فرموده اشکال برداشت مهربانان با اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیک ایران را آباد نماییم و دست بی‌نیاز به درگاه اهورامزدا دراز نموده و آرزو نماییم تا به دور از هر گونه برخوردها و ناآرامی‌ها در کمال صلح و آرامش کامل برادروار زندگی نماییم. همازور بیم، همازور و هماهشوریم، متحد باشیم، با همه پاکان متحد باشیم، همیار باشیم، با همه پاکان و نیکان همیار باشیم. ایدون باد و تشکر.